جلسه دعوتی از کشورهای اروپایی کردند و جوانهایی که حتی سازمان منافقین رو هم نمیشناختن با بلیط‌های مجانی برای اینکه بگن نیروی عظیمی دارن دعوت کردند که این سر و صدای رسانه‌های اروپایی رو در آورد که این دروغ فاحشه. ماهیتاً این یک جلسه بوده و طبق تحقیقاتی که ما کردیم تو کشورهای اروپایی برگزار شد. اما خب تلاش میکردن که اینطور بگن که انگار تو ایران بوده. به اینا گفته بودن که راهپیمایی روز قدسه. خیلی از جوانا فکر میکنن که ثبت نام برای اعزام به سوریه هسته، دفاع از حرم هسته. رسانه‌های پیش پا افتاده مثل فاکس نیوز و آسوسییتد سپر و واشنگتن تایمز و بلومبیرون و اینا پخش کردن که خب تا وقتی رسانه معتبر و بین المللی کیهان هست طبیعیه که کسی به اینا اصلا توجه نمیکنه که بله. اون که در پاریس گذشت آدم به فیلماش عکساش نگاه میکنه که به اتفاقشون ایرانی نبودن، افراد ایجاره بودن، هم قیافه‌شون میگفت هم لباساشون میگفت. خب یه عده‌شان که اجاره‌ای بودن، یه عده‌شان رهن کرده بودن با پول پیش، یه سریشان هم سپرده‌های قرض الپس نده بودن که لباساشون هم همین رو میگفت. با خودشان که نمیشد صحبت کرد، ولی با لباساشون که صحبت کردم قریب به اتفاقشان میگفتن که ما ایرانی نیستیم، که من همونجا در پاسخ به این اقدام ضد نظام 4 تا گلابی خوردم. حتی آقای جان بولتون مثلا به عنوان مثال تو اجلاس قبلی افشا شد که چقدر پول گرفته برای حضور و سخنرانی در این اجلاس. بله خب اینا بالاخره همه کاراشون رو با پول انجام بدن دیگه. حقوق تمام رئیس جمهورا، نخست وزیرای دنیا رو اینا میدن. پول کنگره آمریکا، سنای آمریکا، مجلس ایونا، مجلس عوام، سازمان ملل، سازمان بانک جهانی، هالیوود، بالیوود، پی ام سی، جی ام سی، ناکازاکی، کاوازاکی، سوزوکی 200 باکشوتوری با این اگزوز خفنا همه شده اینا دارن پولشو بدن. با تامین مالی که این تروریست ها رو میکنن که از یک طرف ادعای مبارزه با تامین مالی تروریسم داره آمریکا و کشورهای دیگر، اما خیلی آشکار تامین مالی میکنن و با در واقع اتکای به این دلارهای ارتجاع عرب به آمریکا اینها تلاش کردند و از چند ماه پیش اونطوری که از چند ماه پیش هم اخبارش منعکس شد. بله خب همونطور که گفتم طبق تحقیقاتی که ما کردیم اینا خب همه به اینا پول میدن، یعنی همه به اینا پول میدن، همه رئیس جمهورا، نخست وزیرای دنیا به اینا پول میدن، کنگره آمریکا به اینا پول میده، سنای آمریکا، مجلس ایونا، مجلس عوام، سازمان ملل، سازمان بانک جهانی، هالیوود، بالیوود، پی ام سی، جی ام سی، ناکازاکی، کاوازاکی، سوزوکی 200 باکشوتوری با این اگزوز خفنا. خلاصه ما نفهمیدیم اینا پول میدن به اینا، اونا پول میدن به اینا، کی به کی پول میده، کی به ما پول میده، دلار چرا گران شده. ما نفهمیدیم. من فکر میکنم که فرانسه و حتی آلمان یعنی مدعیان بزرگ حقوق بشر در واقع با میزبانی این گروهک‌های تروریستی عملاً ناقض حقوق بشر هستن. هیچ توجیهی دولت فرانسه نداره و واقعا هم آزادی یک واژه‌ای است برای توجیه اقدام اونها و الا خیلی از گروه‌ها در همین فرانسه اجازه فعالیت ندارند. بنابراین ما حتما گله‌مندیم. من روی سخنم با کشورهای فرانسه و آلمان هستم. شما که ادعا میکنین حقوق بشر سر وقت میدین، خب چرا یه شلاق در ملأ عام ندارید؟ گشت ارشادتان کو؟ پلیس محسوس اینا کو؟ هیچ توجیه کارتان نداره. اصلا این آزادی کله پاچه ببخشید بازیچه در دست شما بیشتر نیسته. کدوم یک از گروه‌های حقوق بشری دنیا در کشور شما اجازه فعالیت دارن؟ ها؟ حوثی ها؟ ها؟ حزب الله لبنان؟ ها؟ القاعده؟ ها؟ داعش؟ ها؟ سپاه قدس؟ اینا چطور اجازه ترور آزادانه ندارن؟ بعد اونا گرد همایی بذارن؟ ما حتما گلو آقا چی نوشته؟ گله‌مندیم، اون گلابی هندیم. وزارت امور خارجه ما باید بیش از این فعال باشه و دست این جنایتکاران رو در سطح بین المللی و سازمان جهانی رو کنه با ارائه مدارک و عکس‌ها و مسائل دیگه.
خب بله، وزارت خارجه باید خیلی بیشتر از اینا فعال باشه. حالا اگه وزارت خارجه دستش بند هسته، ما وزارت اطلاعات داریم، باید فعالیتش در این کشور بیشتر بکنه. از منافذ مختلف، راهکارهای مختلف، یه بمبی بذارن، یک انفجاری، یک انتحاری، یه هایی، یه هوی، البته در چارچوب برجام و همون FTF ترکانانا، موزه لووری چیزی. ولی خب اینطوری نه دیگه که زایه بازی در بیاره، همه چی لو رفته. یادش بخیر ما زمان امام روزانه میترکاندیم. آره یادم رفته. یاد. حامی این جریان سازمان منافقین سازمان موساد اسرائیل، عربستان سعودی، فرانسه، آمریکا و سازمان سیا و دیگران هستند تو این قضیه. میان این قضیه عربستان، فرانسه داره، آمریکا داره. این کشورهای پیش پا افتاده مثل اتریشن، آلمان و انگلیس و کانادا و اسپانیا و استرالیا و ایتالیا و اینا ببینه اینا چه فضلی دارن در برابر کشورهای قدرتمندی که از نظام جمهوری اسلامی حمایت میکنند. مثل گامبیا داره، زامبیا داره، زولبیا بکنه، مرکوسور، ساحل باج، ساحل تاج، ساحل هاش، لیلیپوت، زنبور حسل، مادر چاوز رو بغل کردنه، با جناق موگابه هیچ وزنی ندارن، هیچ. من دیگه حرفی ندارم. سازمان منافقین یک سازمان مرده هست، یعنی سازمانی که از نظر ما دیگه وجود خارجی نداره. آقا مسخره کردیم ما مسخره کردیم ما. اینایی که داشتیم در موردشون صحبت میکردیم مردن یعنی وجود خارجی ندارن. پس چرا هم مقام عظما تا ما نماینده های مجلس همه ترسیدیم به خودمان؟ پس چی داریم میگیم یک ساعته؟ من به نظرم آقا خودمون مسخره نکنیم. آقای لاریجانی اینجا خانواده نشسته، همه نماینده های مجلس از صبح لوایح و سلفی گرفتن همونو ول کردیم، داریم در مورد مرده ها صحبت میکنیم. که درست نیسته. پس گلابی چی شد؟ گلابی